مجوهر کوچولو داریم. بعد از یه هفته گلی شروع و هم میخوایم یکم به خودمون برسیم، استراحت کنیم. بریم. باب سرد صورتمو شستم با یخ، بهتره که بگیم، و نمیدونم شاید توهم میزنم، ولی حس میکنم این روتین و شستن با یخ خیلی حال صورت رو خوب میکنه. پیشنهاد دارم امتحانش کنیم. 45 درجه سانتیگراد فریاد میزنه آفتاب، تو سرم صدای بارون میپیچه زهره کنده تابستون. از چی بگم برات، همه چی عالیه، چرت میزنم رو گل قالی، فقط جای تو اینجا خالیه. بیا پاییز کن بریز، برگای زرد و رو سر این شهر، بخون آواز بارون و تگرگ، از من مگذر. واقعا قشنگه بچه، واقعا حس میکنم که بیشتر از این اکسیژن وجود نداره. واقعا خوشگله، واقعا دیوونه کننده است. خیلی سرده ولی واقعا زیبا، واقعا زیبا. من کم چشام بات کرده به خاطر اینکه نخوابیدم از دیشب. انقدر خوش گذشت و جادهش که واقعا اصلا احساس خستگی نمی کنی که بخوایی بخوابی و در بار هزارم به آدم ثابت میشه که چقدر طبیعت رو آدم تاثیر میذاره و چقدر حال آدم خوب میکنه.
نفسی